اینجا غار علیزاده است. در این غار موجودات عجیبی همچون غور واقع و غاز علیصدری زندگی می کنند. ببینید و بنگرید، ببینید و بنگرید و هرگز به اینجا نیایید. سگ با آن سگیش توی این هوای سرد اینجا نمی آید. اینجا آیه‌ای نوشته شده ولا ترمزو ولا قلمزو، یعنی نه ترمز هست نه این که بتونی شنا کنی، غرق میشی و میمیری. این وته ویلان ها هم که میبینید بدبخت هایی هستن که پولاشون رو از راه حرام به دست آورده و به اینجا آمد. مال من حلال بود، اینه یادتون باشه. به خاطر این مخاطبینم آمدم. اولی غار علیزاده. البته متذکر شدم که علیزاده به مکه رفته و الان حاجی شده و اینک میگوین غار حاجی علیزاده. حاجی علیزاده. نگاه کنید، زتوله‌ای از توی آب بیرون آمده و صدای واق واقش را من فقط میشنوم. این طرف را که نگاه میکنید جایگاه شیران است. ریزش قارتوی محدود صورت گرفته، صحنه‌های راپلا هم که مشاهده می‌کنید ریزش کردن. طبق نظریه کارشناسان زمین‌شناسی این ریزش برمیگرده به 5 میلیون سال پیش. دروغ میگوید. سال 1342 توسط اهالی روستای علیزاده پیدا شده و بیش از 150 میلیون سال قدمت داره. گنجاش هم اونا دزدیدن نامردا. به به، ما نمیدانیم زیر زمین چه غلطی میکنه. یک بار بومی اونور در حال حرکت هستند. آوا زبان بومی بود. گفتم که خسته نباشید.